نون فطیر مغزدار همینقدر نرم و عالی. نصف لیوان شکر، یک قاشق غذاخوری سرصاف خمیر مایه، یک قاشق دارچین، یک قاشق زردچوبه و یک قاشق نمک. همه رو با هم مخلوط میکنم. یک و نیم لیوان آب ولرم یا شیر ولرم، 2 قاشق غذاخوری ماست، 4 لیوان آرد قنادی رو کم کم بهش اضافه میکنم. ممکنه یه مقدار آرد کمتر یا بیشتر از اون میزانی که گفتم استفاده بشه. با نوک انگشتام خمیر رو جمع میکنم. اندازه دقیق مواد رو به همراه نکات مهم تو دیسکریپشن گفتم، حتما بخونید. یک سوم لیوان روغن مایه رو هم کم کم بهش اضافه میکنم. اگه هنوز چنل منو سابسکرایب نکردین چنلمو سابسکرایب کنین که کلی آموزش های خوشمزه تو راهه. خمیر رو برای 1 تا 2 ساعت تو محیط گرم استراحت میدم. برای مغز فطیر نصف لیوان آرد و با حالت ملایم تفت میدم. بوی خامیش که گرفته شد روغن رو بهش اضافه میکنم و هم میزنم. یک قاشق دارچین، شیره انگور که جاش از شکر هم میتونید استفاده کنید. یکی 2 قاشق آب برای انسجامش بهش اضافه میکنم. خمیر بعد از استراحت حجمش بیشتر شده، با دست پفشو میگیرم، صفحه کارم رو آرد پاشی میکنم، خمیر رو بهش انتقال میدم و به 4 قسمت تقسیمش میکنم.
یک قسمت از خمیر رو با وردنه باز میکنم. از موادی که درست کردم بین نونها میذارم. خمیر رو جمع میکنم و دوباره با وردنه پهنش میکنم. با یک کاسه خمیر رو قالب میزنم. با کاتر روش طرح دلخواهم رو میزنم. با بقیه خمیر هم همین کار رو انجام میدم. برای رومال از زرده تخم مرغ، شیره انگور و زعفرون استفاده کردم. کف سینی فر کاغذ روغنی پهن کردم. نونها رو تو فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه میذارم به همراه یک کاسه آب که تو لطافت نون خیلی تاثیر داره. حتما خودتون چک کنین چون دمای فرها متفاوته. چند دقیقه هم گیره روشن کردم تا روی نونها هم طلایی بشه. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال مهتاب پز رو سابسکرایب کنید.